مقامات فرانسه میگویند بر اثر تیرپرانی شب پنجشنبه در مرکز پایتخت این کشور یک افسر پلیس به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی فرانسه پیر انری برانده به خبرنگاران محلی گفت که در تبادل آتش سلاح به دست یک افسر را کشت ولی خودش نیز هلاک شد. شاهدان حادثه میگویند سلاح به دست از ماشینش بیرون شده افسرانی را که در نزد یک فروشگاه می ایستادند هدف آتش قرار داد. آنها می افزایند که سلاح به دست یک افسر را کشته، 2 نفر دیگر را مجروح کرد ولی خود او هم با آتش جوابی پلیس به قتل رسید. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. در پی تیرپرانی کوچه مرکزی شمس الیزه بسته شد و چرخبال‌ها نظارت مرکزی پاریژ را شروع کردند. کاروان ماشین‌های پلیس به منطقه رسیدند، مردم را از مکان برخورد بیرون کردند. من تیرپرانی را نشنیدم. ناگهان مشتریان خوراکخوری را پرتافته در آشپزخانه جمع شدند. هیچ کس نمیفهمید که چه اتفاق افتاده است. بعد فهمیدم که در کوچه روبرویمان تیرپرانی جای داشته است. آشپز میگوید که حالا وضع آرام شد و پلیس به مشتریان اجازه داد که آشخانه را ترک کنند. در فرانسه نگرانی‌های امنیتی روز سه‌شنبه بعد بازداشت 2 نفر متهم به تعرضی حمله در دور اول انتخابات پرزیدنتی این کشور افزایش یافت. روز یکشنبه رای دهندگان فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آواز خواهند داد.